علیکم و رحمت الله و علیکم برکاته. السلام و صبح رحمت الله. انشالله خوب هستین. الحمدلله. سوال بفرمایید. من همین است. یک خواهر استودنت است. 2 روز میشه که ازدواج کرده. به خاطر میگه حامله نشیدن، ماننده که نکلینکایی که در دست یا پره شکم در میمونی مدت 1 هفته هوای استفاده میبری. اگر میگه من غسل میکنم جای وای تر نمیشه، غسل ما کامل میشه یا که درست نمیشه؟ نمیشود، غسل درست نمیشود. مدامی نکلینکه هست و آب رو نمیگذراند و وی همچون بیمار اون رو استفاده نمیکند. وی چیز رو همچون بیمار استفاده نمیکند. وی فقط به خاطر احتیاج برای، اگر گفتیم بیمار است و بستگی هست، یگان مکانش رو بسته موندگی هست، هیچ گپ نبود آب نرسد. هم برای اینکه در وقت بیماری جایی که شما بستید مس میکشید فقط. اما نکلینکی که گفته هستید مقدارش چقدر است؟ کلان است یا میدچه هست؟ 5 سانتی متر هست. 5 سانتی متر کلان است. آخر یگان علاج نباشد. اگر دیگر ضرورت دارم، من یگان علاج ندارم، یگان بیماری چیزی دیگر باشد، میگیم حالت ضرورت است. اما ضرورت نداشته باشد غسلش درست نمیشود. ضرورت شمی که 6 ماه دیگه میگه مکتب موندگی نمیخوام حوزه حامله شدم. مکتب خواهرم ضرورت نمیشود. 6 ماه مکتب ضرورت نمیشود.